درود به همه رسلینگ فن ها. آروین جانسون هستم و به چنل سوپلکسیتی خوش اومدید. امروز میخوایم نگاهی به 10 مسابقه رویایی WWE بندازیم که در واقع تنظیم شده بودن و در موردشون صحبت شده بود ولی هرگز اتفاق نیفتادن. اینا مسابقاتی هستن که میتونستن بخشی از تاریخ کشتی باشن و هوادارها تا سالها بعد نگاهشون کنن و در موردشون حرف بزنن. هرچند که هیچ وقت نمیشه چیزی رو توی کشتی حرفه‌ای ضمانت کرد. برنامه‌های وینس مکمن همیشه توی دقیقه 90 بازنویسی و یا لغو میشن، چه به خاطر یه مسئولیت غیر منتظره باشه یا اینکه یه کشتیگیر به راحتی تصمیم بگیره که مسابقه نده. شخصا آرزو میکنم کاش این مسابقات برگزار میشد، چون هم برای کسب و کار و هم برای هوادارها فوق‌العاده بودن. به هر حال صحبت در موردشون کافیه. قبل اینکه بریم سراغ اصل مطلب، لایک، کامنت و ساب فراموش نشه. 64% ساب نکردید. تا ته ویدیو رو میبینید، لایک میکنید ولی تهش ساب نمیکنید، این نوتیفیکیشن رو فعال کنید. What the fuck. همینطور با چی استفاده و رفتن به لینک hamibash.com/suplexity که لینکش همین پایین دیسکریپشن میذارم، میتونید منو دونیت کنید که این دونیت ها قطعا در راه پیشرفت چنل خواهد بود که ویدیوهای خفن‌تر براتون تهیه کنم. پس بزن بریم. شماره 10 برت هارت مقابل هالک هوگن، سامر اسلم 1993. قرار بود توی سامر اسلم 1993 برت هارت با هالک هوگن مسابقه بده و احتمالاً با پیروزی در اون مسابقه تبدیل به قهرمان جدید WWE بشه. هرچند هالک هوگن تصمیم گرفته بود که کمپانی رو ترک کنه و به WCW بره و این همه چی رو به هم ریخت. هوگن عنوان رو به یاکوزونا داد و ما هرگز اون مسابقه رویایی رو بین هوگن و هارت ندیدیم. هارت ادعا میکنه که هوگن از مسابقه دادن باش ترسیده، چون میدونسته که در مقابل برت هارت حریف دست و پا بسته ای است. و درست هم است. هارت فکر میکنه که هوگن نمیخواسته با یه ورزشکار خیلی با استعدادتر از خودش توی رینگ مبارزه کنه. به قول برت هارت، هوگن نمیتونست مسئله کشتی گرفتن با من رو قبول کنه، پس کاملا از من عقب نشینی کرد و اطمینان حاصل کرد که دیگه هرگز با من مسابقه نده و با من کار نکنه. دقت کنید چقدر از کلمه من توی جملاتش استفاده کرد. شماره 9 رومن رینز مقابل گولدبرگ، رسلمانیای 36. این موضوع چیزیه که هممون پارسال شاهدش بودیم، پس زیاد بهش نمیپردازم. رومن رینز نفر بعدی توی لیستی بود که قرار بود قهرمان جهان یعنی گولدبرگ رو به چالش بکشه. بعد از شکست دادن فین توی عربستان سعودی، رومن رینز نهایتا شانس برگزاری اون مسابقه رویایی رو که از 3 سال قبل بحثش بود رو به دست آورد. رسلمانیا 36 قرار بود شاهد مسابقه بزرگ اسپیر در برابر اسپیر باشه که برنده‌اش عنوان قهرمانی جهان رو به دست می‌آورد. همه چیز خوب برنامه‌ریزی شده بود که یک دفعه پاندمی کرونا پیش اومد. برای آسیب نرسیدن به بچه‌های تازه متولد شده‌اش، رومن رینز رومن WWE رو ترک کرد که اونها رو در امان نگه داره. بران استورمن جایگزین رومن رینز شد و عنوان قهرمانی جهان رو به دست آورد. البته دست آخر همه چیز خوب شد، چون رومن رینز برگشت و تبدیل به یک هیل شد و عنوان قهرمانی جهان رو به دست آورد. پس در نهایت یه خیریتی توش بوده. شخصا آرزو دارم که مسابقه رویایی بین رومن رینز و گولدبرگ رو ببینم، چون به نظرم خیلی باحال میشه. شماره 8 کورت انگل مقابل جان سینا، رسلمانیای 36. کورت انگل آخرین مسابقه شد توی رسلمانیا 35 انجام داد و به عقیده اکثر طرفدارها یه بازنشستگی بی‌زرق و برق بود. خیلی ها ترجیح میدادن که جان سینا حریف مسابقه بازنشستگی کورت باشه، چون تو سال 2002 این کورت بود که کمک کرد جان سینا به یه ستاره بزرگ تبدیل بشه. البته این فقط تفکر هوادارها نیست، خود کورت هم اعتراف کرده که می‌خواسته مسابقه آخرش با جان سینا باشه. طرفدارهای وینس هم اینو قبول داشتن، اما عقیده داشتن که این مسابقه باید توی رسلمانیا 36 باشه، چون با یه خط داستانی که بین کورت و بران کوربین ساخته شده بود هم ربط داشت. اما وینس نمیخواست یه خط داستانی 1 ساله رو به همین راحتی‌ها نابود کنه و در نهایت کورت خطاب به وینس گفت: وینس، من سال بعد کشتی نمیگیرم دیگه، تمومه همین. و وینس هم جواب داد: خب تو نمیتونی از دستش خلاص بشی. البته اتفاقات میتونه تغییر کنه، چون کورت با یه فرم فوق‌العاده برگشته و هیچ کس نمیدونه، شاید یه روز کورت انگل برای یه مسابقه به WWE برگرده و اون مسابقه با
جان سینا باشه. شماره 7 دراک مقابل براک لزنر. راسلمانیای 30. راسلمانیای 30 قرار بود یه نمایش عظیم باشه چون 30مین سالگرد بزرگترین رویداد تاریخ کشتی بود. توی این راسلمانیا بود که نوار پیروزی‌های آندرتیکر بالاخره توسط براک لزنر قطع شد و یکی از شوکه کننده ترین لحظات تاریخ WWE رو رقم زد. ولی در واقع ما توی یه قدمی این اتفاق بودیم که براک لزنر هرگز آندرتیکر رو شکست نده، چون قرار بود که بعد از مدت‌های طولانی دوباره و توی یه ریمچ با راک مبارزه کنه. این دوتا که توی سال 2014 نسبت به سال 2002 خیلی ستاره‌های بزرگتری بودن، قرار بود با هم مسابقه بدن، ولی همه چی با مسئولیت راک مقابل جان سینا تو راسلمانیا 29 به هم ریخت و خراب شد. فقط تصور کنید اگر براک لزنر با راک مسابقه میداد چقدر همه چیز تغییر میکرد. در واقع احتمال داشت که از اون بر راک و براک لزنر با هم مسابقه بدن و از این بر جان سینا کسی باشه که توی راسلمانیا 30 به نوار پیروزی آندرتیکر خاتمه میده. چه کسی میدونه واقعا ممکن بود چه اتفاقی بیفته. شماره 6 استون کولد استیو مقابل هالک هوگن. راسلمانیای 18. مسابقه راک در برابر هالک هوگن تو سال 2002 یه مسابقه اسطوره در برابر اسطوره بود. در واقع مسابقه قرار بود که بین هالک هوگن و استون کولد استیو باشه، چون اون دوتا بدون هیچ بحثی بزرگترین کشتیگیرهای تاریخ بودن. کسی که مسابقه را لغو کرد خود استون کولد بود. علاوه بر کله شقی، استون کولد فکر میکرد که این دوتا کاملا سبک بازی متفاوتی دارن و هرگز نمیشه که با هم ترکیبشون کرد. استون کولد نمیخواست با یه مسابقه بد مواجه بشه، به همین خاطر کلا بی خیال مسابقه شد و ازش دست کشید. آستین همچنین بارها شنیده بود که هوگن نمیخواست اون مسابقه رو با استون کولد بده، پس چی بهتر از این که خودش مسابقه رو به هم بزنه. شماره 5 راک مقابل استینگ. راسلمانیای 21. راک در برابر استینگ در نگاه اول یه مسابقه رندوم و معمولی به نظر میرسه، ولی نزدیک بود که توی سال 2005 اتفاق بیفته. راک یه مسابقه راسلمانیای بزرگ دیگه میخواست و به وینس مکمن و WWE گفت که این مسابقه رو در برابر استینگ میخواد. با اینکه استینگ اون موقع بخشی از TNA بود، ولی خب اون وجهه ملی و معروفیت رو نداشت که یه دوره‌ای توی ماندی نایت وار داشت. پس یه مسابقه تک به تک با راک که اون موقع داشت توی هالیوود برای خودش اسم و رسم دست و پا میکرد اتفاق بزرگی بود. این مسابقه با تم اون سال راسلمانیا هم به خوبی هماهنگ بود. JR توی پادکست میگه راک قبلا میدونست که میتونه یه مسابقه با استینگ در بیاره و در برابرش برنده بشه. استینگ برای مدتی ساکت بود. راک میدونست بدون هیچ مشکلی برنده میشه و کاملا اعتماد به نفس داشت و من هم مطمئنم که پیروز میشد. به هر حال این اتفاق نیفتاد، به دلیل اینکه محبوبیت راک به صورت مداوم داشت بیشتر میشد و استینگ هم از اومدن به WWE خودداری کرد. این مسابقه هرگز اتفاق نیفتاد. شماره 4 AJ استایلز مقابل شان مایکلز. راسلمانیای 33. تو سال 2017 AJ توی بهترین سال حرفه‌ایش بود. AJ جان سینا و دین امروز رو شکست داد و عنوان قهرمانی WWE رو به دست آورد و این عنوان رو برای 5 ماه پیش خودش نگه داشت تا اینکه توی رو رامبل اون رو از دست داد. تیم نویسندگی WWE هیچ برنامه‌ای برای مسابقه AJ تو راسلمانیا 33 نداشتن. اینجا بود که به نتیجه رسیدن که شان مایکلز رو یک بار برای همیشه به WWE برگردونن و با AJ مسابقه بده و ازش ببره. AJ شخصا از شان درخواست کرد که باهاش مسابقه بده، ولی شان در نهایت این درخواست رو رد کرد و گفت که برای مسابقه خیلی پیر شده. مایکلز گفت که اگر 10 سال قبل بود قطعاً با کمال میل با AJ مسابقه میداد. البته شان نهایتاً به کشی برگشت و توی مسابقه افتضاح با تریپل اچ و برادرز آف دیستراکشن شرکت کرد. به نظرم AJ تنها کسی بود که میتونست بهترین گزینه برای مسابقه بازگشت شان مایکلز از بازنشستگی باشه. شماره 3 کورت انکل مقابل برت هارت. راسلمانیای 20. تقریبا نزدیک بود که مسابقه کورت انکل و برت هارت تو راسلمانیای 20 اتفاق بیفته. کورت توی مسابقه با کریس ون ویلت فاش کرد که از برت هارت درخواست کرده بود که با همدیگه مسابقه بدن، اما برت این پیشنهاد رو رد کرد. این چیزی بود که کورتی گفت. خب من میفهمیدم چرا برت نمیخواست مسابقه بده، چون ضربه خورده بود و بدشانسی‌های زیادی آورده بود. بعضی اتفاقات افتادن که از لحاظ پزشکی بازگشت به بهترین فرم رو برای برت به شدت سخت کردن.
من بهش گفتم که حتی نیازت کلا بالا پایین بپری و ضربه بزنی، خودم همه بالا پایین پریدن ها رو انجام میدم. اما برت گفتش که نه، اینطوری این دیگه مسابقه برت هارت نیست و من نمیخوام که همچین مسابقه داشته باشم. میشه گفتش که کورت انگل هر چی در توان داشت گذاشت که برت رو به رینگ بکشونه، ولی خب من با برت موافقم. شاید صلاح در این بوده که این مسابقه هیچ وقت اتفاق نیفته و فقط در حد یه مسابقه رویایی باقی بمونه. شماره 2 آندرتیکر مقابل استینگ، رسلمنیای 27. مسابقه بین آندرتیکر و استینگ بارها و بارها برنامه‌ریزی شد که اتفاق بیفته، ولی توی رسلمنی 27 همه چیز آماده شده بود که این مسابقه انجام بشه و در نزدیکترین حالت به اتفاق افتادنش بودیم. استینگ از طرف WWE مأمور شده بود که این مسابقه رو انجام بده تا ورودی باشه که برای پیوستنش به تالار افتخارات یا همون هال آف فیمر. هرچند که این مسابقه رویایی بود و براش علاوه بر شهرت بیشتر پول بیشتری هم برمقام می آورد. استینگ مسابقه رو رد کرد. به نظرم این مسابقه میتونست اون رسلمنیای فاجعه بار رو نجات بده. البته اگر منصف باشیم شاید بتونیم دوباره این مسابقه رو ببینیم، چون همونطور که میدونید هر چیزی امکان پذیره. شماره 1 ادی گوئررو مقابل شان مایکلز، رسلمنیای 22. تو سال 2006 WWE برنامه‌ریزی زیادی برای ادی گوئررو داشت که عنوان قهرمانی سنگین وزن رو تصاحب کنه و بعد توی رسلمنی 22 با شان مایکلز مسابقه بده. به نظرم این دوتا با هم دیگه مسابقه میدادن یکی از بهترین مسابقات تاریخ WWE میدیدیم. شان مایکلز و ادی گوئررو دوتا از بزرگترین کشتیگیرهای تاریخ هستن که پا به رینگ گذاشتن. متاسفانه به خاطر مرگ ادی تو سال 2005 همه این اتفاقها به هم ریخت و این برنامه‌ها نابود شد. اما تا به امروز حتی فکر کردن به این مسابقه و تصور کردنش باعث ترشح آدرنالین توی رگ‌هام میشه. خیلی ممنون که وقت گذاشتید و این ویدیو رو دیدید. خیلی صفا میکنم باهاتون. اگر سابسکرایب کنید، لایک فراموش نشه و حتما کامنت بذارید و بگید که به نظرتون کدوم یکی از این مسابقات شما رو به وجد می آورد و حسابی پشماتون رو میریزوند. یه بار دیگه میگم لایک فراموش نشه، کامنت هم همینطور، سابسکرایب هم بکن، زنگ دارم بزن و منتظر ویدیوهای بعدی باش و این ویدیو رو حتما برای دوستاتون که تو فاز حسرت و ناراحتی و غم هستن، البته خدا نکنه کسی اینطوری باشه، بفرستید. کلا میگم که برای رسلینگ فنا بفرستید، چون این ویدیو هم یه مروری و یه تلنگریه به گذشته و همین که تخیلتون رو قشنگ شکوفا میکنه و حساب کنید هر یک کدوم از این مسابقات اگر برگزار میشد چقدر روند و مسیر تاریخ عوض میشد. و مثل همیشه به یاد داشته باشید اینجا سوپلکس سیتیه، رسانه کوچیک ایران در یوتیوب. به زودی میبینم.